بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. دیدار وزیر امور داخله با سفیر چین در کابل و گفتگو پیرامون گسترش روابط دو جانبه. افتتاح کار عملی ساخت کارخانه سمنت یتیمتاق در ولایت جوزجان. و چین در حال تقویت ابزارهای فشار اقتصادی علیه واشنگتن. سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز دوشنبه هفتم ماه ثور سال روان هجری خورشیدی است. من عزیز هستم و مشروع خبرها. خلیفه سراج الدین حقانی وزیر امور داخله با ژاوشینگ سفیر چین در کابل دیدار و پیرامون گسترش روابط دو جانبه گفتگو کرد. مفتی عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که در این دیدار آقای حقانی تاکید کرد که افغانستان به دنبال ثبات عمومی است و بر حل مشکلات و رفاه مردم خود تمرکز دارد. همچنان در این دیدار بر اهمیت تلاش‌های چین در رسیدگی به مسائل مربوط به کشورهای منطقه نیز تاکید شد. کار عملی ساخت کارخانه سمنت یتیمتاق در ولایت جوزجان با حضور مقامات بلندپایه امارت اسلامی افتتاح شد. گفتنی است که این کارخانه با سرمایه‌گذاری 160 میلیون دلار ساخته می شود که ظرفیت تولید 3000 تن سمنت را در روز خواهد داشت. انتظار می رود که برای حدود 5000 نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار نیز فراهم شود. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایت میگوید که در ولایت‌های جوزجان، تخار، پروان، بادغیس، کابل، بامیان 11 مورد منازعه میان اقوام و خانواده‌ها با پادرمیانی محتسبین به گونه مسالمت‌آمیز حل شده است. با گفته این وزارت 18 زن در ولایت‌های غزنی، پکتیکا، بادغیس، لغمان و بلخ از خشونت‌های خانوادگی رهایی یافته و حقوق آنان تامین شده است. و در واپسین خبر، با وجود آتشبس تجاری میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که چین در حال تقویت ابزارهای فشار اقتصادی علیه واشنگتن است. بر اساس گزارش رویترز، دونالد ترامپ دیدار اکتبر سال گذشته با شی جین پینگ را بسیار موفق توصیف کرده و وعده کاهش محدودیت‌ها از سوی چین مطرح شده بود، اما بیجینگ همزمان با حفظ لحن محتاطانه اقدامات تازه‌ای برای افزایش ارام‌های اقتصادی خود روی دست گرفته است. ممنون از همراهیتون. سر به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس بزنید. از مهمترین های افغانستان، منطقه و جهان نیز آگاه شوید.